Let's discuss about the sounds in English. Assalamu alaikum دوستان انشالله که صحت کامل در خوددار بوده باشین. Today we are going to discuss about the sounds in English یعنی صداها در زبان انگلیسی. As you all know better that we are having several sounds in English language. Every alphabet in English languages having different sounds. همه الفبا در زبان انگلیسی صداهای مختلف می داشته باشند، اما وقتی چندین تا یک جای می شود یک صدای جدید را تشکیل میده. مثلا سی صدای سی میده و صدای کر میده یا کاف میده، اما وقتی که این سی با ایچ یک جای می شود صدای سی کاملا تغییر میکنه. For example طور مثال S H صدای شین میده، C H صدای چین میده، P صدای فیل میده. برای این میتونم خلق است S H یعنی شین. طور مثال shirt یعنی پیراهن یا موی خلفاف shirt okay. The next one CH وقتی که C با H یک جای میشه گفتم باید صدای چین میده. For example cheer یعنی چوکی. The next one دیگه P و H وقتی که یک جای میشه phone یعنی موبایل یا You have to send me what does KH gives the sound of. اینو شما برای مورد کامنتون ببینید که KH صدای چی میده. Thanks for watching. تشکر.